سلام، به این ویدیو خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم راجع به یه موضوع خیلی مهم با هم صحبت کنیم. موضوعی که توی زندگی اکثریت ما وجود داره، داریم باهاش روزانه دست و پنجه نرم میکنیم، احساسش میکنیم ولی نمیدونیم از کجا به وجود اومده، چی کارش کنیم، چجوری کنترلش کنیم و چی شد که ما به اینجا رسیدیم. موضوع مهمی به نام کمالگرایی. کمالگرایی حالتیه که فرد از خودش انتظار عالی ترین شکل ممکن بودن رو داره. پرفکت بودن تمام جوانب زندگیش. اگر فقط یک جزء خیلی کوچیک از اون کارش یا زندگیش عالی پیش نره، فرد احساس سرافکندگی، احساس ناراحتی، احساس ناکافی بودن، بعضن افسردگی میاد سراغش. این احساسات منفی و حال بد از اونجا میاد سراغش که یک سری استانداردهای غیر واقع بینانه توی ذهنشه و وقتی زندگیش پیرو این استانداردهای ذهنیش شکل نمیگیره یا پیش نمیره، اون حال بد میاد سراغش. خیلی از ما احتمالاً توی زندگیمون توی یه سری از مسائلمون انتظار این رو داشتیم که این کاری که داریم انجام میدیم عالی پیش بره بدون کوچکترین نقصی و خب اگر عالی پیش رفت به خودمون افتخار میکنیم، اگر عالی پیش نرفت خودمون رو سرزنش میکنیم. اینجاست که اون احساسی که مربوط به کمالگرایی هستش توی وجود ما شکل میگیره. کمالگرایی چیزی نیستش که من بگم باید به این افتخار کنیم، چون بعضا دیدم بعضی از افراد به این که کمالگرایی دارن میبالن، بهش افتخار میکنن. مثل این میمونه که یکی سرماخورده باشه و به این که سرماخورده هستش افتخار کنه. کمالگرایی هم به همین شکله. من نمیگم که هیچ امتیاز مثبتی برای فرد نداره یا باعث پیشرفتش نمیشه. چرا؟ امتیازات مثبتی هم داره، ولی در کل چیزیه که باید درمان بشه، باید کنترل بشه. چیزی نیستش که ما بتونیم بهش افتخار کنیم یا ببالیم. اون موفقیت هایی هم که فرد به دست میاره اکثر اوقات به خودش تعمیم نمیده. مثلا اگر کسی تشویقش کنه، وای کارت عالی بود، خیلی خوب بود، برمیگرده میگه که حالا شانسی شد. یا اگه یکی بیاد از لباسش تعریف کنه، برمیگرده میگه آره خوبه ولی اونی که میخواستم نیست. پس اگه زندگیشون رو با یه نگاه تحلیلی ببینیم، میفهمیم که آره یه سری موفقیت های بوده ولی اون موفقیت فقط مثل یه مسکن عمل میکرده. موفقیتی نبوده که توی دراز مدت بخواد موندگار باشه برای فرد. نمیگم هیچ کمالگرایی موفقیت موندگار نداره، چرا داره، ولی باید ببینیم چه هزینه‌ای پاش داده. این افراد ممکنه تبدیل بشن به افرادی که بسیار موفقن، توی جامعه خیلی بولدن، تو چشمن، کسی که درآمد خیلی خوبی داره، یه مدیر خیلی حرفه‌ای شده، ولی ببین چه هزینه‌ای پاش داده. من در رابطه با هزینه مالی صحبت نمی کنم. این افراد انقدر فکر میکنن ممکنه حتی خواب راحتی نداشته باشن، چون فکر میکنن اگر بخوابن ممکنه که اون موفقیت رو از دست بدن. مدام در حال فکر کردنن. اینجاست که نشخوار فکری میاد تو سرشون. درباره نشخوار فکری من توی ویدیوی قبلی به صورت کامل توضیح دادم. لینکشو میذارم این بالا، حتما بزن روش و ویدیوی قبلی رو ببین و بعد برگرد ادامه این ویدیو رو ببین. پس افراد کمالگرا ظاهر خیلی موفقی دارن ولی درون درب و داغونی دارن. حالا اینکه کمالگرایی چرا انقدر منفیه، به خاطر اینه که کمالگرایی معمولاً بستر یه سری از بیماری‌های روانشناختی رو آماده میکنه، مثل افسردگی. چرا منفیه؟ به خاطر اینکه همه ما میدونیم که هیچ فردی کامل نیست.
هیچ کسی توی زندگیش از همه جوانب پرفکت نیست. همه ما یه عیب و ایراداتی داریم. حالا این افراد برای چی دارن تلاش میکنن توی زندگیشون؟ این افراد دارن تلاش میکنن که پرفکت و عالی باشن توی تمام جوانب. بعد وقتی که نمیتونن باشن اینطور که توی ذهنشونه، اون استانداردی که توی ذهنشون هستش رو عملی کنن، احساس ناکافی بودن میکنن. اینجاست که اون کمالگرایی منفی خودشو نشون میده. یه احساسی توی وجود ایناه که نمیتونن این واقعیت رو بپذیرن که همه ما عالی نیستیم، همه چیز قرار نیست عالی پیش بره و همون عدم پذیرشه باعث میشه که دوباره این استانداردهای ذهنیشون بالا بیاد و بخوام براش تلاش کنن که پرفکت پیش بره همه چیز و یه آدم خیلی عالی توی زندگی و شغلشون باشن و این برمیگرده دوباره به همون موفقیت‌های موقتیشون یا نشخوارهای ذهنی مداوم و پرتکرارشون و نارضایتی از زندگیشون. حتی گاهم پیش میاد فرد انقدر برای چیزهای غیر ممکن تلاش میکنه که احساس پوچی میاد سراغش. احساس میکنه که هیچ کاری توی زندگیش نمیتونه انجام بده. و به واسطه اون احساس پوچی فرسودگی بدنی میاد سراغش، فرسودگی ذهنی میاد سراغش و اینجاست که ما میگیم جنبه‌های منفی کمالگرایی خیلی بیشتره نسبت به اون موفقیت‌هایی که با هزینه‌های خیلی زیادی به دست آوردن. برای اینکه راحت‌تر متوجه این موضوع بشین، بیایم کمالگرایی رو مثل یک پیاز در نظر بگیریم. پیاز لایه لایه روی هم چیده شده. کمالگرایی هم به همین شکله. یه سری معیارهای سختگیرانه لایه لایه روی هم چیده شدن. یعنی یه استاندارد غیر واقعی شکل گرفته. برای اینکه بخوایم از این لایه گذر کنیم باید استاندارد سختگیرانه رو بگذرونیم، دوباره استاندارد سختگیرانه و همین مسئله است که باعث میشه توی کمالگرایی اون احساس ناکافی بودنه شکل بگیره. کمالگرایی معمولا از دوران کودکی به فرد تزریق میشه از طریق خانواده ها. رفتار خانواده با بچه خیلی مهمه توی این مسئله. اگه خانواده خیلی سهلنگار باشه بازم ممکنه فرد توی بزرگسالی دچار کمالگرایی بشه. اگه خانواده خودش دچار کمالگرایی باشه باز هم ممکنه کودک توی بزرگسالی دچار کمالگرایی بشه و این دو مدل کمالگرایی با هم متفاوته. یعنی طوریه که حتی درمانش هم با همدیگه فرق داره. این رو میتونید از تاریخچه اون شخص در بیارید که خانواده چه تفکراتی داشته، به چه شکل فرد رو تربیت کرده تا بتونیم شیوه درمان صحیحی رو برای اون به کار ببریم. پس ما نمیتونیم یک درمان واحد رو در نظر بگیریم و برای همه افراد همون رو تعمیم بدیم، چون هر کسی بر اساس شیوه تربیتی خانواده خودش هستش که این افکار کمالگرایانه توی ذهنش شکل گرفته شده. خیلی مهمه که از فرد بپرسید، پیشینه خانوادگیشو در بیارید و ببینید که تاریخچش به چه شکل بوده، توی پروندهش بنویسید و بعد بتونید یک شیوه درمانی که متناسب با اون شخص هستش رو به کار ببرید. میرسیم به این قسمت که ما چه نشونه هایی داشته باشیم میتونیم بگیم که کمالگرا هستیم یا نیستیم. البته من نمیگم که به خودتون برچسب بزنید یا به کسی برچسب بزنید، فقط یه سری نشونه ها رو میخوام بهتون بگم که ملاکش هستش و میتونید آشنایی داشته باشید باهاشون که راحت‌تر بتونید تشخیص بدید. اولین نشونه که میخوام راجبش صحبت کنم معیارهای بالا و غیر واقع بینانه‌ایه که از قبل هم بهتون گفتم. این معیارها توی ذهن افراد وجود داره و همین هاست که باعث میشه فرد به نوعی بخواد توی جامعه به صورت عالی و پرفکت باشه و اگر اون مسئله براش پیش نیاد که معمولاً هم نمیاد چون هیچ کس کامل نیست، فرد دچار فرسودگی های ذهنی و بدنی و احساس پوچی و ناکافی بودن میشه. دومین مسئله بی‌لذتیه. از زندگیش لذتی نمیبره، احساس رضایت نداره از زندگیش، به خاطر اینکه فکر میکنه هر کاری که انجام میده پوچه، نتیجه‌ای نمیبینه. چون عملا اینا نتیجه گرا هستن که حالا یکی از نشونه هاشه که جلوتر هم بهتون میگم. برای همین دچار بی‌لذتی میشه و خب از اونجایی که بی‌لذتی هم یکی از نشونه های مهم افسردگیه،
میتونه اون فرد رو سوق بده به سمت افسردگی. تلاش‌های بیوقفه و سختگیرانه دارن، دقیقا مثل مورچه‌ای که مدام در حال کار کردن و استراحتی نمیکنه. چون فکر میکنن اگر استراحت کنن سوخت دادن، انگار وقتشون رو تلف کردن. خیلی نتیجه گرا هم براشون مهمه که کار کنن و بر اساس اون عمل کردی که دارن نتیجه خیلی مهمی رو به دست بیارن، نتیجه بزرگی رو به دست بیارن. مدام به این فکر میکنن که اگه نتونم اون نتیجه رو کسب کنم چی، و همین افکارشون باعث میشه که نتونن استراحت و ریکاوری داشته باشن. هی به خودشون سخت میگیرن تا اونجایی که بی‌لذتی و بی‌انگیزگی توی زندگیشون پدیدار میشه. ملاک و نشونه بعدی استراحت نکردنه. ببین مدام تو فکرش اینه که من کار کنم نتیجه بهتری داشته باشم تا بتونم مفید باشم. طبیعتاً این طرز تفکر با استراحت کردن مخالفه. پس این فرد اگه قرار باشه جای مهمونی بره، بازی کنه، گردش و تفریح بره، اول به این فکر میکنه که اگه من برم چه دستاوردی برای من داره، چه کمکی میکنه تا من به اون هدفم برسم، چه چیزی یاد میگیرم. معمولا ترجیح میده که نره، مثلا تو تفریحات اصلا شرکتی نکنه یا استراحتی نداشته باشه، یا اگر میره حالا صحبت میکنه مثلا جایی بره که بیشتر تو حیطه آموزش و یادگیری باشه، مثل کتابخونه. من نمیگم کتاب خوندم بده، دارم راجع به افراط و تفریط ها صحبت میکنم. این افراد نمیتونن حد و مرز مشخصی برقرار کنن بین فضای تفریحی با فضای کاری و پیشرفتشون توی حالا زمینه شغلیشون یا کاری و تحصیلی و یا توی زندگیشون. حتی احساس مداوم عدم رضایت ملاک بعدیه. انگار که یه آب خوش از گلوشون پایین نمیره، چون تو کل زندگیشون دارن تلاش میکنن که هم رضایت خودشون رو جلب کنن هم رضایت دیگرانو. یعنی مدام تو سرشون همین افکار داره میچرخه که من چیکار کنم دیگران ازم راضی باشن، دیگران تشویقم کنن، توی جامعه آدم موفقی باشم. بعد از اون سمتم اگه کسی بیاد ازش قدردانی کنه، تشویقش کنه، میاد میگه که نه این اصلا اتفاقی مثلا اینجوری شده، حالا اونقدرم کار مهمی نکردم. تو چشم خودش اون کارش هم کوچیک نشون داده میشه. ملاک بعدیشون اینه که مدام فکر میکنن دروان، فکر میکنن اگر خود واقعیشون باشن بقیه طردشون میکنن. به خاطر اینکه یه سری تفکرات دختر خوب و پسر خوب از بچگی توی ذهن ما شکل گرفته. اگر تو جزوی از کسانی باشی که طبق ملاک‌هایی که من بهت میگم عمل کنی، تشویقت میکنم. اگه کاری که من میگم و انجام بدی، آفرین بهت میگم، تشویقت میکنم و کارت درسته. ولی اگه چیزی که تو ذهن خودت هست و طبق اون عمل کنی، تشویقت نمی کنم، کارت هم درست نبود. این در واقع عملکرد والدین ایناست که توی کودکی با اینها اینطور رفتار شده و همین باعث شده که این افراد توی بزرگسالی وقتی وارد اجتماع بشن یا حتی شدن، فکر کنن که الان باید طبق الگوهای افراد دیگه عمل کنن تا اونا ازشون راضی باشن، تا طبق الگوهای اون افراد اینها نتیجه مطلوبی رو کسب کنن، تا تو چشم اون افراد بیان و اگر خود واقعیشون باشن توی دید جامعه یا توی دید اون افراد هیچ جایگاهی ندارن و طرد میشن. همین باعث میشه که احساس کنن دروان، چون خود واقعیشون نیستن. اونا دارن فقط یه سری نقش و الگوهای دیگران رو بازی میکنن و این احساس از درونشون منشأ میگیره. اینجاست که میگن مثل یک پیاز لایه لایه، که شاید اگر این لایه های سختگیرانه رو باز کنی میبینی که در مغز اون پیاز، حالا اون لایه هایی که جمع شدن دور هم دیگه، انگار که این تفکره که من یعنی یک پیاز بزرگ، من این نیستم. این یه سری الگوهاییه که دور من چیده شده و من رو شکل داده که شدم پیاز به این بزرگی.
این افکار باعث میشن که هم اون احساس ناکافی بودنه باشه همراهشون، همون احساس عدم رضایت بیاد، همین که کلا کسانی که تشویقشون کنن، کسایی که ازشون تعریف کنن یا یه سری از تقویت هایی که از بیرون براشون شکل میگیرن رو اینا پس میزنن، چون فکر میکنن که اون کاری که انجام دادن فقط خواسته دیگران بوده، فقط طبق الگوی دیگران بوده، طبق الگوهای ذهنی خودشون نبوده، برای همین کاری که انجام میدن و کوچیک میشمارن. نشونه بعدی مدام سرزنش کردن خودشونه، چون از خودشون راضی نیستن، چون فکر میکنن کل زندگیشون حول الگوهای دیگران رفته، احساس ارزشمندی نمی‌کنن، احساس نمی‌کنن که برای حالا جامعه مهمن، احساس ارزشمندی از درون خودشون نمی‌کنن، خودشون رو سرزنش میکنن، هی میزنن تو سر خودشون، میزنن تو سر تمایلات خودشون و اگر حتی توی زندگی یه جایی طبق تمایلات و الگوهای ذهنی خودشون هم پیش برن، بازم میزنن تو سر خودشون که چرا طبق الگوهای خودت پیش رفتی، اینجوری کسی تاییدت نمیکنه، من چرا طبق الگوی دیگران جلو نرفتم، کاری که دیگران کردن و انجام ندادم تا تایید و تشویق بگیرم. مسئولیت پذیری افراطی دارن، به خاطر اینکه هیچ کسی رو باور ندارن، فکر میکنن که فقط خودشونن که میتونن همه کارا رو کامل انجام بدن، همه چی رو خودشون گردن میگیرن و یک تنه میخوان همه چی رو با همدیگه هندل کنن. نتیجه گران، روی نتیجه متمرکزن، یعنی کاری که انجام میدن رو اگر نتیجهش خوب باشه کارشون رو با ارزش تلقی میکنن، اگر نتیجه نده کلا از بیخ و بن اون کارشون رو میزنن، بی ارزش تلقی میکنن و یه حس ناکافی بودن باز میاد سراغشون که کارم بی ارزش بود، عمل کردم بیهوده بوده، اگر طبق ارزش‌های دیگری میرفتم شاید بهتر بوده و دوباره برمیگردیم به نشونه‌های قبلی. مدام این افراد به شکست فکر میکنن، یعنی اگه بخوان یه پروژه هم شروع کنن، استارتشو بزنن، به این فکر میکنن که چیکار کنم شکست نخورم، چه شغلی رو شروع کنم که شکست نخورم توش، این حرفو نزنم که اینجوری نشه، اون کارو نکنم که اونجوری نشه، تمام ذهنش داره منفی تولید میکنه، این کارو نکنم که کارفرما سرزنشم نکنه. حالا اگر بری در بیاری تحقیق کنی میبینی که کارفرما تو این 20 سال کار کردن اون حتی یه بارم سرزنشش نکرده، فقط این یک باور غلط ذهنیه که این توی ذهنش داره، یعنی با واقعیت این چیزی که داره فکر میکنه اصلا جور در نمیاد. یه محافظه کاری افراطی دارن، زیاده روی دارن میکنن توی این محافظه کاریشون، رفتارهای زیانبار دارن، کلی تلاش میکنن تا به یه نتیجه برسن، بعد اگر یه نتیجه مطلوبی حاصل نشد کلا رنگ عوض میکنن، اون تلاش ها همه بی ارزش شمرده میشه، کارش بی اهمیت تلقی میشه، هیچ تایید و تشویقی نخواهد گرفت و چون نتیجه مطلوبی نداد اون رفتار زیانباره شروع میشه. یا حتی اگر کاری که انجام دادن نتیجه بده و دیگران تشویقش نکنن، باز هم از بیخ و بن اون کار رو بی ارزش تلقی میکنه، چون معتقده که دیگران باید یه اهمیت خاصی نسبت به معیارهای سختگیرانه اون داشته باشن و باید نسبت به کاری که انجام میده تشویق بشه، اگر تشویقش هم بکنی تشویقت رو هم پس میزنه. به نظر شما افراد کمالگرا دیگه چه ملاک ها و ویژگی هایی دارن؟ اگر ویژگی رو میشناسی و من توی این ویدیو نگفتم حتما توی کامنت ها برام بنویس، هم من هم بچه ها کامنت ها رو میخونیم و اگر سوالی هم راجع به کمالگرایی داری که توی ذهنت و جوابی براش نگرفتی توی کامنت بنویس، میخونم، یا توی دایرکت اینستاگرام برام بفرست، حتما جوابتو میدم. ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی، با سابسکرایب کردن چنل من به هم انگیزه میدی و حتما ویدیوهای قبلی رو ببین، مخصوصا اونی که راجع به نشخوار فکریه، به خاطر اینکه مرتبط با این ویدیو و یه پایه و اساسی توی ذهنت شکل میگیره که درک این ویدیو برات راحت تر باشه. لینکش هم اواسط ویدیو برات پین کردم، این بالا میتونی روش کلیک کنی و ببینی. ممنونم، خدا نگهدار.